احمد اخگر نظامی، سیاستمدار، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی در دوره قاجاریه و پهلوی اول و دوم بود. پدرش حاجی میرزا ابراهیم آملی علاوه بر معلمی، کتابدار مدرسه سپهسالار نیز بود. اخگر همزمان با جنبش مشروطه به صف مشروطه‌خواهان پیوست و در واقعه میدان توپخانه به اتفاق دیگر آزادیخواهان در مسجد سپهسالار متحسن شد و ضمن سخنرانی مجاهدان را مشق نظامی داد. وی در جریان جنگ جهانی اول با سربازان تحت فرماندهی به اقدامات نظامی علیه انگلیسی‌ها پرداخت و در سازمان دادن به حرکت خودجوش اهالی فارس برای مقابله با تجاوز انگلستان به بوشهر نقش مهمی داشت. وی در 14 آبان 1294 همراه با تعدادی از اعضای حزب دموکرات و افسران ژاندارمری گروهی به نام کمیته ملی حافظین استقلال ایران را تشکیل داد. در سال 1299 احمدشاه به پاس زحمات اخگر نشان شیر و خورشید به وی اعطا کرد.